جناب استاد بزرگوار نصرالدین نادری، کادر رسانه افغانستان، یک شخص تحصیل کرده. ما خود در رسانه کار کردیم. زمانی که استاد نصرالدین نادری با کسی برنامه می داشت، او شخص به سپاهش می رسید. یک شخص روشنفکر، یک شخص تحصیل کرده، یک شخص منطقی. یعنی اگر بگویم که تحصیل آقای نصرالدین نادری را در بسته صفحه تیکتاک کسی ندارد. نصرالدین نادری کادر رسانه افغانستان، در رسانه افغانستان در بخش سیاسی تکرار ناشدنی است. در واحد سیاسی، بخش واحد سیاسی در تلویزیون های افغانستان، این شخصی بود که مهمان های دولتی دست پایشان می‌لرزید زمانی که با این روبروی میشد بحث میکرد. سطح مطالعه استاد نصرالدین نادری را هیچ کس ندارد که من نزدیک دیدمش. دستایش از روی دور میبوسم. استادم است، کادر رسانه افغانستان است. یعنی بگم که سلامی برای استاد نصرالدین نادری، عاشقت هستیم.